وسط بیابون چند تا پسر دارن چاله میکنن. یهو یه ماری نزدیک میشه. یکی از پسرا که خسته است کفششو در میاره تا ما رو لمس کنه، اما درجا میمیره. توی شهر میریم سراغ استنلی چهارم. یه جفت کفش از آسمون میخوره تو سرش. چون باباش داره روی یه دارویی برای بوی بد پا کار میکنه، استنلی میخواد کفش رو ببره خونه، ولی پلیس محاصرهش میکنه چون کفش مال یه بازیکن معروف بیسباله و فکر میکنن که اون دزده. میبرنش پیش پدر مادرش. متوجه یه سری چیزا میشن. مثلا خونه پدرش استنلی سوم پر از کفشه و اتاق استنلی چهارم پوستر همون بازیکن بیسبال است. واسه همین میبرنش دادگاه. قاضی بهش دوتا انتخاب میده. میگه یا زندانی شو یا 18 ماه برو اردوگاه گرین لیک. استنلی میگه اردوگاه. توی مسیر پیش خودش فکر میکنه که این بدبیاری از نفرین خانوادگیشونه. اتوبوس از وسط یه بیابون پر از چاله رد میشه و اون فکر میکنه که یه مرد دورگرد با قاطرش رو دیده، ولی مثل اینکه فقط یه خیال بوده. وارد یه جایی میشه که همه لباساشون زندانیه. با رئیس اردوگاه آقای سر آشنا میشیم. به اسم استنلی میخنده. اون یارو هم قوانین اردوگاه بهش میگه اینجا نه نگهبان هستش نه حصار، هیچی نیست. کلا بیابون بیاب و علفیه. کسی نمیتونه فرار کنه. بهش یه دست لباسو بیل میدم، میگم مشغول شو. باید هر روز چاله بکنی. میگه باید خیلی سریع چاله بکنی چون موقع شب مارها و مارمولکا میان سراغت. بعدش با مشاور اردوگاه دکتر پدانسکی آشنا میشیم. اون هم از قوانین بهش میگه هیچ وقت رئیس اردوگاه رو اذیت نکن. بعد به پسرا میگه که استنلیون ببرن به تختش. تختی که هنوز لکه بالا آوردن پسری که قبلا مرده روش باقی مونده. بچه‌ها رو به اسم اصلیشون صدا میزنه ولی خودش فقط از لقب‌ها استفاده میکنه. کوچکترینشون زیروه چون هیچ حرفی نمیزنه. استنلی وقتی میپرسه قمقمم کجا پر کنم، یکی از بچه‌ها با اسم واقعی صداش میزنه. طرفم هولش میده تا بفهمه باید از لقبش استفاده بکنه. شام خوراک لوبیاه. ایکس ری یکی هم از غذای استنلیو میقاپه و میگه چون استنلی امروز کار نکرده باید سهمشو بده. ازش میپرسن چرا اینجایی؟ اونم میگه به خاطر دزدیدن کفشای معروف. زیرو میگه کفشا ستاره هم داشتن؟ اونم میگه آره و یاد دادگاه میافته. وقتی اون بازیکن بیسبال توضیح میده که تو یتیم خونه بزرگ شده و برای همین کار خیریه میکنه و استنلی رو طرفدار قلابی صدا میزنه. شب خوابش نمیبره و به نفرین خانوادگی فکر میکنه. پدر بزرگش همیشه میگه خاندان ما بدشانسه. پدر استنلی هر چی اختراع میکنه شکست میخوره. حتی استنلی اولم بدشانس بوده. توی بورس پول زیادی به دست میاره ولی توسط خلافکار معروفی به اسم کیت بوسه کننده کشته میشه. کیت قربانیاشو بعد از کشتن میبوسید و با رژ لب یه جای پررنگ روی صورتشون میذاشت. واسه همین بهش میگن کیت بوسه زننده. اما استنلی اولو نبوسید و فقط صندوقچه گنجشو برداشت و ولش کرد وسط بیابون. واسه همینه که بدشانسه. صبح بعدی وقتی هوا تاریکه پسرها بیدار میشن تا برن سر کار. برای صبحونه فقط یه تورتیلا میدن و بعد یه بیل بهشون میدن. ولی همین که استنلی دستشو میبره طرف بیل، ایکس ری هولش میده و بیل ازش میقاپه. بیل ایکس ری کوتاه‌تره و نمیذاره هیچ کس ازش استفاده کنه چون به اندازه طول بیلشون باید چاله بکنن. رئیس بهشون میگه اگه موقع کندن چیز جالبی پیدا کردید باید تحویل به من بدید. شروع میکنن به کندن ولی وقتی خاکو پرت میکنن ممکنه ریختش تو چاله های بقیه. استنلی میگه مراقب باش ولی فقط بهش میخندن. برای همین دوباره به نفرین خانوادگی فکر میکنه. ایلیا یکی از اجدادش توی یه مزرعه خوک کار میکرده و عاشق دختر رئیس یعنی مایرا میشه. میره پیش فالگیر محلی مادام زرونی تا راهی پیدا کنه که دل دختره رو ببره. اما اون بهش میگه که بیخیال دخترشه و بره آمریکا تا سرنوشتش رو پیدا کنه. اما اون کوتاه نمیاد و از رئیس میخواد که با مایرا ازدواج کنه. اما یه خواستگار دیگه هم بود که یه خوک خیلی چاقی آورده بود. برای همین ایلیا رد میشه. ایلیا میره پیش زرونی دلش میسوزه و یه راهی بهش میده. میگه یه خوک کوچیک ببر بالای کوه، از چشمه بهش آب بده و براش آهنگ بخون. اینطوری خیلی چاق و چله میشه. بعد از اینکه خوکو تحویل میده، باید زرونی رو هم کول میکرد و میبرد بالای همون کوه تا از همون آب بخوره. اگه این کارو نمیکرد نفرین میشد و نسلش هم همینطوری میشد. اونم چند روز همه کارا رو انجام داد تا خوک حسابی چاق بشه. بعد بردش پیش رئیس. اما خوک خواستگار دیگه هم همون اندازه‌ای بود. مایرا نمیتونست تصمیم بگیره. واسه همین پیشنهاد یه بازی میده. ولی ایلیا از سبکسری دختر ناراحت میشه و در نهایت میذاره میره آمریکا. مشکل اینجا بود که یادش رفته بود که زرونی رو به کوه ببره. برای همین زرونی هم طبق قولش خانواده رو نفرین کرده بود. برمیگردیم به زبان حال. رئیس با کامیون میاد تا پسرها قمقمه‌شون رو پر کنن و استنلیو مسخره میکنن که اولین تاولاشو زده. زیرو اول از همه کارشو تمام میکنه.
وقتی استنلی بالاخره چالش رو تمام میکنه هیچکس کمکش نمیکنه که از چاله بیاد بیرون. برای همین خودش یاد میگیره که چطوری بیاد بالا. وقتی برمیگرده شهرک میبینه که آقای سر اسلحه رو گرفته سمتش، اما در واقع یه مارمولک زرد خالدار رو هدف میگیره. تیر اول خطا میره اما تیر دوم به مارمولک میخوره. کم کم به این برنامه عادت میکنه. چاله میکنه، تاول میزنه، پر از حیوانات خطرناکه، گاهی اوقات دوش آب کار نمیکنه، بقیه اذیتش میکنن، مسخرش میکنن، اما اون ساکت میمونه تا دردسر درست نکنه. گاهی اوقات هم واسه مادرش نامه مینویسه که اینجا اوضاع مرتبه. یه روز یه فسیل پیدا میکنه، میبرتش پیش پندانسکی، اما اون میگه رئیس از این فسیلا خوشش نمیاد، برو پی کارت. میگه قبلا اینجا یه دریاچه‌ای بوده، زمینای اطراف مال پدربزرگ رئیسه. میریم یه فلش بک میبینیم، قبلا اینجا شهر شلوغ و پر رونقی بوده. یه فروشنده به اسم سم با چرخ و قاطرش داره میاد. پیاز میفروشه. میگه پیازام همه چیزو درمان میکنه، حتی مارمولکا رو هم دور نگه میداره. سم عاشق معلم شهر کاترینه و یه کیسه پیاز بهش میده و در ازای شیشه های هلوهای دستسازشو میگیره. مردم شهرم از توجه کاترین به سم خوششون نمیومد. یه روز بارونی کاترین بچه‌ها رو میفرسته خونه. سم هم شروع میکنه به درست کردن سقف. با هم دیگه یه ذره صمیمی میشن. برای همین تصمیم میگیره بقیه جای مدرسه رو هم تعمیر کنه. اما خب تو کلاس شبانه خیلی تیکه میندازن به کاترین و این باعث عصبانیت سم میشه. اما بالاخره مدرسه تبدیل میشه به یه جای خوشگل. اما خب سم قاطرش از دست داده بود. واسه همین به جاش یه قایق میخره. بالاخره یه روزی جرأت میکنن همدیگه رو میبوسن. اما یه آدمی به اسم واکر داشته نگاهشون میکرده و این خبر رو تو کل شهر پخش میکنه. مردم شهر جمع میشن و برای مجازات مدرسه رو به آتیش میکشن. کاترین میره که کمک بخواد، اما کلانتر مسته و ازش یه بوسه میخواد. کاترین هم هولش میده عقب. کلانتر مسخرش میکنه، به سم فحش میده، میگه روابط بین نژادی غیر قانونیه و سم رو اعدام میکنه. کاترین میره که به سم هشدار بده ولی دیگه دیر شده. مردم شهر همون لحظه که سم تو قایقش بود بهش شلیک میکنن. یکم بعد کاترین برمیگرده پیش کلانتر و قبل از اینکه همون بوسه‌ای که کلانتر میخواست رو بهش بده بهش شلیک میکنه. برای همین کل شهر بهش میگن کاترین بوسه زننده. برگردیم زمان حال. ایکس ری پیش استنلیه. میگه دفعه بعدی چیزی پیدا کردی بیار بده به من. یکم بعد استنلی تصادفی میفته روی یکی از پسرا که اذیتش میکرده. برای همین بقیه سریع آرومشون میکنن، اما حالا استنلی احترام بقیه رو به دست میاره. لقب پیدا میکنه به اسم کیومن، یعنی مرد قاری. یه نامه میگیره از مادرش، میگه آزمایش‌های بابات هنوزم با شکست مواجه میشه و صاحبخونه به زودی ما رو بیرون میکنه. زیرا متوجه میشه که استنلی دیگه خسته نیست. اعتراف میکنه که خوندن و نوشتن بلد نیستش. واسه همین از استنلی میخواد که بهش یاد بده، اما استنلی رد میکنه. میگه معلم خوبی نیستم و میخوام استراحت بکنم. توی یه نوبت گود برداری استنلی یه شیئی پیدا میکنه که روش نوشته KB. بچه‌ها حدس میزنن که شاید پوکه گلوله باشه، اما خیلی نازکه. ایکس ری شیء برمی‌داره و به تلاش استنلی برای پس گرفتنش توجهی نمیکنه. پندانسکی اینو میبینه، زنگ میزنه رئیس. همه شوکه میشن وقتی میبینن رئیس اردوگاه یه خانم خیلی زیباه. رئیس از این کشف خیلی خوشحاله، واسه همین به ایکس ری میگه که اون روز رو استراحت کنه و به بقیه دستور تمام محوطه اطراف گودال ایکس ری رو حفر کنن. اما چون جای اشتباهی رو میکندن هیچ چیزی پیدا نکردن. تا چند روز بعدی مجبور بودن همون تونلی که درست کرده بودن رو ادامه بدن. با این حال تنها چیزی که پیدا کردن یه صفحه کوچیکی گرد بود. رئیس اردوگاه تسلیم میشه و بچه‌ها دوباره برگشتن به روش قدیمی و هر کسی گودال خودش رو حرف میکرد. روز بعدی آقای سر داشت قمقمه‌ها رو پر میکرد. یکی از پسرها یه بسته تخم آفتابگردون از توی وانت میدزده و بعد از رفتنش بچه‌ها شروع میکنن به تقسیم کردنش. اما متاسفانه آقای سر خیلی زود متوجه میشه. بچه‌ها سریع تخمه رو قایم میکنن، اما تخمه‌ها تصادفی افتادن دم پای استنلی و اونم تلاش کرد که با شن اونو بپوشونه. اما در کمال ناباوری همه استنلی رفیقش رو لو نمیده و خودش مجازات میشه. میرن توی دفتر پر از پوسترهای کیت بوسه‌گره. رئیس شروع میکنه به نشون دادن لاک ناخن‌های مخصوصش که با زهر مارزنگی درست کرده. آقای سر رو به خاطر اینکه حفاری استنلی رو سر یک کیسه تخمه خراب کرده سیلی میزنه بهش و به استنلی میگه برگرد سر کارت. وقتی برمیگرده همه بهش میگن تو یه قهرمانی و زیرو سوراخش رو تموم کرده. حالا استنلی قبول میکنه که در عوض به زیرو خوندن یاد بده. آقای سر صورتش از زخم ناخن‌ها داغون شده. عصبیه. قمقمه استنلی رو پر نمیکنه. استنلی با خودش فکر میکنه اون شیء کوچیک که پیدا شده حتما رژ لب کیت بوسه‌گره. یه فلش بک میبینیم. کیت فقط کسایی رو کشته که توی ماجرای قتل سم دخیل بودن. بعد از اینکه صندوقچه گنج رو از استنلی اول دزدید،
اون رو جایی دفن میکنه که قبلا دریاچه بوده. وقتی خانواده ووکر که ورشکست شده بودن پیداش میکنن، کیت اجازه میده یه سوسمار نیشش بزنه و راز محل گنج رو با خودش به گور ببره. اینطوری نسل‌های بعدی مثل رئیس اردوگاه برای همیشه محکوم به کندن زمین هستن. استنلی شروع میکنه به زیرو آموزش دادن و میفهم که اسم واقعیش هکتور زرونی هستش و گفت از نواده‌های مادام زرونی هستن. چون زیرو کارش تو حفاری سری بود، به استنلی هم کمک میکنه. یه روز یکی از پسرها استنلی اذیت میکنه. پندانسکی تشویقشون میکنه که دعوا کنن. زیرو میپره وسط و طرف مقابل تا پای مرگ میزنه. رئیس میاد و وقتی فهمید استنلی داره به زیرو خوندن یاد میده، عصبانی میشه. پندانسکی هم زیرو رو مسخره میکنه که باعث شد زیرو با بیل بزنه توی سرش و فرار کنه توی بیابون. رئیس میگه دنبالش نرید، فقط پروندهشو حذف کنید. استنلی که نگران جون زیرو بود، یاد داستان استنلی اول میفته که 16 روز توی بیابون زنده موند. اونم توی جایی به اسم شست خدا. روز بعدی یه پسر جدید جایگزین زیرو میشه. واسه همین استنلی یه نقشه میکشه. کامیون آقای سر رو میدزده و وقتی سر به در آویزون میشه، حواسش پرت میشه و کامیون میفته تو گودال. استنلی سریع از کامیون میپره بیرون و به سمت بیابون فرار میکنه. رئیس اردوگاه دستور میده تا 2 هفته صبر کنن و بعد اعلام کنن استنلی گم شده. استنلی زیر آفتاب راه میفته، حتی قایق سم رو هم پیدا میکنه و دید زیرو زیرش خوابیده و با خوردن مربای هلوهای قدیمی زنده مونده. استنلی هم ازش میخوره و کوهی شبیه شست خدا رو توی دوردست میبینه. میرن از کوه بالا، زیرو ضعیف میشه و از حال میره، اما استنلی کولش میکنه. انگار که مثل جدش یه خوک رو کول کرده تا قله کوه ببره. بالاخره چشمه و پیاسای خوشمزه سم رو پیدا میکنن. هر دو میخورن و حالشون بهتر میشه. استنلی یه آهنگ خانوادگی میخونه و نفرین مادام زرونی رفع میشه. چون زیرو هم از نواده‌هاش بوده دیگه. اونم از نواده‌های استنلی اول بوده. همزمان استنلی سوم پدرش اختراعش رو برای درمان بوی پای بد با ترکیب هلو و پیاز تکمیل میکنه. صبح روز بعدی زیرو اعتراف میکنه که من اون کفش معروف رو دزدیدم و اون کفش رو پرت کرد روی پل که تصادفی افتاد رو سر استنلی. اما استنلی عصبی نیست و میگه این کارت سرنوشت و تقدیره. در همین حین وکیل استنلی میاد کمپ تا اونو ببره، اما رئیس اردوگاه بیرونش میکنه. استنلی و زیرو دوباره برمیگردن محل حفاری و صندوقچه معروف رو پیدا میکنن. در اون لحظه رئیس اردوگاه و آقای سر پیداشون میشه، اما کلی سوسمار از گودال بیرون میاد و دور بچه‌ها و صندوقچه رو میگیرن و از اونا مراقبت میکنن. صبح روز بعدی سوسمارا هنوز کاری به کارشون نداشتن که وکیل استنلی با پلیس از راه میرسه. رئیس اردوگاه دروغ گفت که بچه‌ها صندوقچه رو دزدیدن، اما زیرو با نشون دادن اسم استنلی روی صندوقچه بیگناهی خودشون رو ثابت میکنه. وقتی میخوام برن، استنلی میگه بدون زیرو نمیره. پلیسا متوجه شدن پرونده زیرو نیست. در حین تحقیق میفهمن که آقای سر مجرم فراریه و پندانسکی هم دکتر نیست. واسه همین هر دوشون و رئیس اردوگاه دستگیر میشن. در همون لحظه بعد از سالها بارون میاد و بچه‌ها خوشحال میشن. چند روز بعدی استنلی و زیرو صندوقچه رو باز میکنن و کلی گنج از جمله سهام‌های شرکت رو پیدا میکنن. استنلی همه گنج رو با زیرو شریک میشه. زیرو با پولش یه کارگاه استخدام میکنه و مادرش رو پیدا میکنه که یه دیدار احساسی رقم میخوره. اردوگاه هم تعطیل میشه و خانواده‌های استنلی و زیرو همسایه میشن. اختراع پدر استنلی هم حسابی سر صدا میکنه و ستاره بیسبال هم توی تبلیغات شرکت میکنه و اینجوری نفرین خانوادگی رفع میشه.